بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان محترم، امروزنگ سید الایام ماندم درباره مومن انسان حقش. یعنی مومن انسان، مسلمان انسان در نزد جمعیت در نزد انسان ها کدام چیزها و حقش، یعنی به کدام چیزها کتی معامل کردنش تکا به انسان ها. همین صحبت انشاءالله میرسانم. یکمش میگن که این از آیات کلامی الله گرفته، میگن که انسان زندگی کردن حقشه، چونکه پروردگار و انسان خونش ناحق ریختنی دیگه انسان های حرام کرد. به همین اساس هیچ کس حیاتش و مسلمان انسان دخل کردن و یا خوبا که لگوی مگری خونش ریختن حکم است. اینا مسلمان انسان در جمعیت مسلمان ها مابین مسلمان ها حقی یکدیگرین یکم شامل. دیما و انسان در مابین ما انسان مسلمان شده حیات برساسمی حق زندگی کرده شده. هیچ کس آن انسان با مقصد خود یا که با غضب خود، با منفعت خود، یا که دیگه انسان منفعتش گفته، یا که انسان تحقیرا و انسان خونش ریخته حقش نه. امروز در من 12 تا انسان خوشه میگفته که باشه میگری، یکمش انسان زندگی کردن با نه زندگی کردن با هیچ کس دخل نمیکنه است. مسلمان انسان با خون مسلمان حرام سمشته است. دویمش مسلمان انسان برای اسلامش پره کردن، تعلیم اسلام تعلیم گرفتن و انسان حق حساب میشه. فقط در زمانهای غلامداری نه، غلام ها علم نمیداری، لیکن اسلام انده غلامداری سرشنه بده سالی گمشدگی باشد همون صاحب غلام ها، همون غلام ها و همون دستشانگی کارگرش هم حق خودش میدادگی، حقش برای میکردگی، یک تا حقش علمش بود. دیمه انسان با ما دوستان ما یا دیگر ما آیله ما میرساندگی، حمایه میکردگی، دویم وظیفه ما علمش بود است. علمش نرسانم دیمه همون انسان، همون فرزند، همون دستمانگی مسئول دیمه حقش بفهمد کرده. این مابین فرزندهاندم همین خیلی حقوقی علم را گوها پیمال شد. با همون خدا یک فرزند یتیم شده موندم پدرش و مادرش به همون فرزند کتی دویم آیله
oilador شود حقشای oilador شدن با همون yetim فرزند با همون از فرزندهای خودش هم تعلیم رساند علمش به اعتبار شودگری داند که وی اسلام حمایت کردگی حقوق انسان ویران کرده است. برای همین مبین فرزندها جدا نکرده یا که دیگه بهانه نکرده ما یک تا میخوانم خلاص مندگی تا نمیخوانم ما یک تا استاد بداده کسب بداده ما قادرم مندگی به قادر نیم گفتم پدرها مبین فرزندها نم تعلیمنده علمنده جدا کرده رشان این حقوق دیگه‌اش به خیلی حساب بشد. این مسئله میگن که طلب العلم فریضة على كل مسلمین. طلب علم برای همه مسلمان‌های خیلی فرض است. ما یا و علم فرض شاید کار کرده حساب میشدیم یا که قصداً یک تا مجبوریت اسلام ویران کرده حساب میشدیم. برای همین درباره علم آمده که وقتنده درباره میخونم گفته که جانده هیچ کس بهانه کردن و قبول نیست. ان خوندن بهانه ها بسیار شده ایمان ضعیف میشه. ایمان ما ضعیف شود گلی از ما لفظ کتی امانت میبرود ایواز این هر چیز برفتنش به دنیا دست ما برود. حاضر هر دایم دنیا و عزت دنیا دست دو کسی نبگی. صاحب لفظ و صاحب امانت اندر. اگر ما جمعیت امانت به خیال میکردگی لفظش نمیرسودگی بی بردحکتی پر کنم دیمک دونیم که ما دنیا مویم نعوذ بالله آخرت مویم عدس میودیم. حاضرم عزت دنیا دست امانت دارنده. حاضرم عزت دنیا دست لفظ دارنده. علمش های علمش و امانش های وای بدیم باشدم بیدیم باشدم امانت میخوان نکردگیش با لفظش نرسودگیش با و انسان ها دنیا جمعه موقعی که مثل پیامبر ما محمد الامین شه میتونم که ما لفظ ما ایمان ما بدگیش حس کرده میتونم انشاءالله دنیا ما شود. برای این فرزندها از ما گرفتنش ما و انسان ها دادن ما لازم بدگی دیوم حقش علمش رسا کردن برکت کنیم علمش رسانیم ما. ساننگش مومن آدم در جمعیت مسلمان ها در آبروش نگه داشتن به حقش هست. خونش نریختن و خونش در کفیل مسلمان ها بدگی باید سیومش و انسان آبروش هم نریختنش گردن مسلمان ها در مجبوریت سا شد. مجبوریت مایا یکتش آبروی دیگه انسانی که از سبب ما ریخته میشد هوای براه نهادن. این آبروریز هایم حسابشان باز میشد. این دنیا اندر یک تا کار حرام کرداشن نگری ممکن این انسان های دنیا اندر ازل پرسیدن ممکن توبه کردن رفته همون انسان اگر داشته شده که حقش بدو کردن لیکن حسابش وزنترش آخرت اندر. دنیا اندر
یک انسان آبروش رزاندگی انسان با مفلس میشه بیچاره گفته همون رزاندگی یرشش با و انسان روز قیامت از همون ریخته شدگی آبروی صاحبش با این کتی مابین حالش با ثواب و گناه دو دل کده میشه برای همین این چیزا ما فراموش نکردم نکن سالنگی چهارمش تیپه مسلمان هاند چهارم حق دوست ما حقوق و انسان حمایت کردن رسول الله سبحانه یا ایها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى رسول الله گفتن که این انسان ها همه هاتان یکتا پروردگار بندشتان یکتا آدم فرزندشتان عرب کتی عجمه یا که عجب کتی عربه در نزد پروردگار یکون جای زیاد کش نیست الا بتقوى الله فقط با تقویش کتن و انسان در نزد انسان های خیلی حقوقش در نزد پروردگار بلندترش داند که تقوی دارترش است خدا ترسه تقوی مرتبهش بلند میشه است برای همین انسان جدا نکرده قبیله چیکار نکرده ملت چیکار نکرده زندگی کردن این گردن مانگی مجبوریتی که برای مسلمان شده زندگی کردن از طرف اسلام تعیین شدگی گردن مانگی امانت حساب باشد بعضا از یک قبیله یک موضوع ظلم رسد یک کشمیر رسد دیگر همون قبیله بدنام کردن از یک ملت موضوع یک نوقلی رسد با یک تا نوقلی کتی همه ملت پس دادن این دانیم که مسلمان های مبارش طبق کردن میدرد این چیز از گناه کبیره حساب شده است لیکن افسوس که همین چیزا مانده حیات و سانمگیش مومن انسان ملکش حمایه کردن همونند ما آنچه نکنیم ملکی دیگه انسان برای دیگه انسان اصلا یک مومن انسان دیم مومن با اصلا بیرازگی خودش استفاده بردن انو خود کردن حلال نبودهشت دانستن مدر کن یکتا عادی روچ کشم اچنتویش قلبگی حدوستن پلام موندگی چقدر بلند دنیاش باشد همش با امر خدا کتی حمایه پروردگار انده اصلا خود سرطان کدام انسان لا اله الا الله محمد رسول الله بودگری و انسان خونشم آبروشم ملکشم عزتشم در امان خدا گفتن این با هیچ کس دخل نمی کند فقط به حق خدا معامله کرده میشد ما بین مسلمان ها که معاملند خیانت ها این حق کس خود نمیدارد سوره شعراء 183 باید شنوید استعوذ بالله ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين چیزهای انسان ها با شما فتور نرساندن یا شما در روی زمین فساد میخواهد آورد
روی زمیننگی فساد سببش یک انسان یک مسلمان ملکش به نقصان سندم است به هوای سرمش است هوای کدگی انسان جمعی روی زمین ویران شوش خودگی روی زمین برباد شود همه جا فساد شود من روزیم حمله خواهدم من حمله میخواهم دیگه انسان کلو که میکرش میشده است یک انسان خونش چه حرام میشه دونسته استاده مطلق یک جمعیت ویران کردن چه خیلی وزنه همون جمعیت همون روی زمین ویران کردن سرش ملک انسان ها نقصان رسانده میشده است به اعتبار اونا ملکش به ضرر رسانده نفهمانده گریخته برفته نگفته غایبانه ضرر رسانده این خیلی حال همون نیست نه دیمه دانیم که این چیزا حساب شد و ساننگیش و انسان کسب کردن خوش شد انسان با یک کسب یاد داده کسب خودش به محبوبه همون کسبش کتی همون جمعیت انده همه انسان کل کند اشکی مالی نکشته کرد این محلنده فقط من فلان کارا میکنم نه یک کسب صاحب شده همون کسب دیگه اطرافنده هیچ که به نموناندن این چیز به کمال است خیلی کسب باشه سوداگری می دولتگری می آهنگری می حضور وقتا دیگه پیدا شد همون اجره میگود تک سیستمی این راه تو این راه بمو فقط هر پنجه میگردم دیگه که انسان گشتم حقش نگفتم مقام نیست بیا قطار رو میگردمی نوبت گر قطر هفته مدام میگرم یا که سودان دام این چیزا فقط من میفرشم دیگه آدم نمیبیرد گفته تنها یک خودش یک کارونه کردم با یکان کسبنده اسم است دیمک دونم که همه خیلی کسبندگی انسان یک دوستش یک مسلمان حقش ویران کساست و ساننگش انسان مثل دیگه انسان ها فکر خود را فهموندن حقش پیغمبر خداوند ریشم با کی نبیاد به شکایت هر طرف میشنیدن یک طرفش نبودن خلاصه کردن دویم طرف با ظلم صاحب شد انا خیلی مجبوریت انده بدگی انسان هر دو طرف یک خیلی نشنودنش دویم طرف با ظلم کردن صاحب شده است این ظلم هم حسابش بشه ساننگش جسم خود را امانش باش هیچ کس دیگر مسلمان انسان با ازهر رسوندن مقاش نه یک انسان دویم انسان زساس قبول کنیم سیم انسان رفته هوای انسان اصلاح کردن برای انسان هر دویا تپشنگی حقوقش حمایه کردن میدارد جهانگشتگی چیزا پفته برفتن این حق و انسان به خیانت میشه دو نامراسا انسان مراسا انداختن سیم همون انسان
دوست هوای شریک هوای یا صاحب همون انسان وظیفه‌ش می‌دارد. ما جای و انسان جای اون کار اصلاح کردن با همون خوبا شدم شرمندگی پهن کردن تتی دو انسان در نزدش روز قیامت ثواب ما داده و های راضی کرده خدا ما غصب خدا میموندگی از انسان شدن احتیاج نکنه. دیمک مومن آدم کارهای ناعدالت و در نزدش ساگی کارهای نابوب و چیم پوشش نمیرود. مادر ناتور کسی کار شما نه، حق شما نه، این راه این بود. اینجا نه شما ناحقه، ماشین نه شما داده، این با شما درگش نه. گفته گواهی میودگی انسان ها نموندنش همون انسان ها از ظلم میشد. افسوس که ما خدمایا خاطر جمعی مایا اوی کرده خدمایا تینجیگر مایا اوی کرده ما بین انسان ها از عادل فکر گفتن با عدالتانه کار با از یاری دادن خود را لیسان سویم. این هنده دانم که دانسته استاده ناحقیه نکشتگی ما آنسته باشه. دوست دیگرش مسلمان انسان به بلاغت برسیده آیله دار شدن باشد. به آیله دار شدن نفقه کردن مجبوریتش هم هست. دنیاوی بعض سبب‌های پیشکش کرده بعض عرف و عادت‌های ناباب پیشکش کرده نکاح با آیله برو مانعی کردن این ظلم حساب میشه. آیله جماندن با عقل اساس میاد کردن با قوت شایمی و به ما آشخشه مجبور نمیتونه حرکت کردن نکن آیله های سرمکتر تشکیل کردن با کدام انسان آیله های تشکیل شویش با علت های بیهوده ناتوریه غیر شرعیه مجبوریت های ناتوریه جمع کرده هوای ما بین انسان و عرف کرد داند که هوای انسان زنایه بسیار شدنش با و انسان قوت داده حساب شده است. آیله ساختن قین کسایی دیمک ما به آیله حیوانی حیات به روز شدگی حیوانی حیات طلب که انسان سر مشکیم بچهش میخواهد سبب کده آیله دار شود. لیکن بعضی بی‌پروا پدرها من خیلی کار کردم در کار این خیلی میشد گفته با گناه و علتهای بیهوده آیله های شدنش با خرشی کردن اما این ظلم حساب باشد. اصلش ولی این خیلی آیله سخنده ممکن نشدنی ممکن اگه میشدنی اسلامی خاندار شدن مرد یک تا خانه برای زنک آمده همانجان زندگی میکنه در جنده شرایط کردنش و خوازه گسر کرده همون شرایط هم شد من دختر شما و خوازه هم بوده رازگیش
گتا بدتا گواه کات آورده خانه شنده یکتا آش ولیمه دوده خانه مرده کنده خانهش به در آوردنش کفایه بود یکتا خانه جهاز کردن همه انسان پنجته خانهش جهاز کردی هیچ یکتا خانه زندگی کرده سیتا خانهش انبار خانهش سرش نیه فقط مردها کم مونده نشبه به چیز زن زندگی کردن عادت شد تپشنگی سرتنش قیمتاش کردگی تا لباس های درنش هم به پل قیمتاش آمدگی خانهش هنگی جهاز همش که خانه مانده جهازی کیلون نبود نشود سان ما حقیقی اسلامی آیل داشتم بگیم اقامه های زنک به همون 3 قوت 4 قوت لباس خانگیش که 4 قوت لباس نو کده گتا آمدن که جاری شود که همون درجه و رسم مگری سان ما 11 حقوق مسلمان آیل دار شدنش به یردم دیگه سو میشیم تا باید چخیل ما نابیگره در آرم چخیل عرفای در آرم مگری همه در آورده که انسان همون کارش به اون روز قیامت جا میتید این خیل چیز که در کار باست این خیل شرح در کار باست گفته همون سه چیز زیادی که در آورده می همش در نزد پروردگار حساب بشه ما همه چیز با میرفته که وقت اومده اکثر یوشو رسمی رده همون غیر دین هایم موقع عروس نمیکند اکو مو فقط تلویزیون دیدیمو هم بسکت هم نچقدر دکار عروسش با مو با این جهاز که نکرد در کار مو نه مسلمان کامل نه کفر مطلق ده غلطی آدم شموندم دختره که میراث حقش های لیکن میراث بعد مردن تقسیم کرده میشه زندگیشان دا برباد نمیشه همین بارنده انچه خلقی نمیشه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره پروردگارا دعا میکنم امید اجابتت هستم پروردگارا دنیا و آخرت سعادت من کنی در حق انسان ها در حق خدا ما از خیانت کردن پروردگارا خیر نگه داری در تیپه انسان ها در تیپه جمعیت زیان ما و یگان همه از حقا موندنش پروردگار خواهد کفیل شوی و صلی الله خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتك ارحم الراحمین